رئیست فرستاده‌های دادگاه ولایت کالوگای روسیه روز 22 مارس سال 2024 خبر داد که از این ولایت 11 شهروند کشورهای اسنگ از جمله 4 توجک و یک زن از کشور افریقایی نیگریا را اخراج کردند. گفته می شود اخیراً به فرستاده‌های کالوگا 12 قرار دادگاه درباره از این ولایت و از روسیه بیرون کردن شهروندان خارجی رسید. قلمرو کالوگا و روسیه را باید 5 شهروند ازبکستان، 4 شهروند تاجیکستان، 1 نفری از قزاقستان و آذربایجان و 1 زن از نیگریا ترک می‌کردند. این شخصان در قلمرو ولایت غیر قانونی به سر می‌بردند یا کار می‌کردند. تا زمان اخراجشان آنها را در بازداشتگاه مخصوص نگاه داشته بودند. پرستاو و بعد تهیه همه حجت‌های لازمی این 12 مهاجر غیر قانونی را تا خط مرز در فرودگاه شهر مسکو برده رساندند. آنها را برای 5 ساله دیگر از حق ورود به روسیه محروم کردند. گفته می شود در اطلاعیه نشر شده در روسیه گوبرناتورها را پرزیدنت تعیین می‌کند. متاسفانه سالهای آخر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در چندین ولایت از جمله در کالوگا، تولا و کالینینگراد و همین طور در منصب‌های بلند حکومتی از جمله در رهبری کمیته تفتیشات روسیه شخصان موقعشان آشکارا ضد مهاجران را گوبرناتور یا وزیر و یا رهبر اداره تعیین کرده است. سال 2020 پوتین ولادیسلاو شپاش را که با موقع و سیاست آشکارا ضد مهاجران نام برآورده است والی کالوگا تعیین کرد. در دوره رهبری شپاش کالوگا قریب هر هفته با خبرهای مربوط به موج نو به نو تعقیب و اخراج مهاجران در سرخط خبرها قرار میگیرد. اینک چند سال باز در ولایت کالوگا مهاجران را حتی برای قانون شکنی‌های خرد و ریزه دستگیر و اخراج میکنند. برای کشورهای چون تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌هایشان پول از روسیه فرستاده عزیزان مهاجران آنهاست، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است. هر سال از روسیه به تاجیکستان و اساساً با شرافت مهاجران چند میلیارد دلار پول میفرستند.